توی عمق سرمای بیرحم قطب جنوب، جایی که دما به منفی 60 درجه سانتیگراد میرسه، قوانین بین المللی مثل یه دیوار نامرئی دور قاره کشیده شدن. این قاره که هیچ کشوری هم صاحبش نیست، فقط با مجوزهای سختگیرانه و تورهای هدایت شده قابل دسترسیه. اما چرا؟ آیا چیزی از ما پنهونه؟ آیا میخوان چیزی و مردم نفهمن؟ این ویدیو قراره به دل این یخها بره و نشون بده چرا قطب جنوب با وسعت حدود 14 میلیون کیلومتر مربعی جایی نیست که هر کسی بتونه هر جا که دلش خواست قدم بذاره. از معاهده آنتارکتیکا تا خطرات پنهان، همه چی رو بررسی میکنیم. بیاد ببینیم این قاره چطوری خودشو از دست بشر حفظ کرده. قطب جنوب یا همون آنتارکتیکا بزرگترین بیابون سرد دنیاست. 98% سطحش با یخ پوشیده شده و ضخامت این یخها گاهی به 4 کیلومتر میرسه. این قاره هیچ جمعیت دائمی نداره. فقط حدود 1000 تا 5000 تا از دانشمنده و کارکنان توی ایستگاه‌های تحقیقاتی بسته به فصل اونجا دارن کار میکنن. اما برخلاف تصور، قطب جنوب خالی و متروک هم نیست، پر از حیاته. پنگوئن‌های امپراتور، فوک‌های ودل و میلیاردها کریل توی اقیانوس اطرافش زندگی میکنن و این اکوسیستم شکننده ترین نقطه روی زمینه. سال 1959 12 تا کشور از جمله آمریکا، شوروی سابق و انگلیس معاهده آنتارکتیکا را امضا کردند. این معاهده قاره را به عنوان منطقه‌ای برای صلح و علم اعلام کرد، بدون مالکیت ملی یا فعالیت نظامی. تا سال 2025 بیش از 50 تا کشور بهش ملحق شدند. معاهده میگه هر فعالیتی از تحقیق تا گردشگری باید با مجوز باشه. اما چرا؟ چون بدون کنترل این قاره میتونه به میدون جنگ یا معدنکاوی تبدیل بشه. برای رفتن به قطب جنوب مجوز لازمه. اگه گردشگر باشی، تور اپراتورها مثل اعضای انجمن بین المللی تورهای قطب جنوب یا همون IAA2 مجوز رو برات میگیرن. IAA2 که از سال 1991 فعال، بیش از 100 تا شرکت رو نظارت میکنه و قوانین رو اجرا میکنه. مثلا کشتی هایی با بیش از 500 تا مسافر حق لندینگ ندارن و هر سایت فقط 100 نفر رو همزمان میپذیره. برای سفر مستقل کار از اینم سخت‌تره. شهروندای آمریکایی باید فرم EEZ رو با دفتر اقیانوس و قطب امور خارجه بفرستن و ارزیابی تاثیر محیطی که همون EIA انجام بدن. بدون مجوز ورود غیر قانونیه و میتونه جریمه یا حتی زندان بیاره. مثلا توی سال 2023 یک گردشگر مستقل به خاطر نقض قوانین محیطی جریمه $10,000 شد. این مجوزها تضمین میکنن که بازدید ها خودکفا باشن و هیچ اثری از خودشون به جا نذارن. اما چرا باید حتما توی تورای هدایت شده بریم؟ اول ایمنی. قطب جنوب خطرناکه. بادهایی تا سرعت 300 کیلومتر بر ساعت داره. شکاف‌های یخی پنهانی داره و سرمایی داره که توی عرض چند دقیقه میتونه منجر به هیپوترمی بشه. بدون راهنما شانس بقا خیلی کمه. توی سال 2024 یه تور غیر رسمی به خاطر گیر افتادن توی طوفان نیاز به نجات اضطراری داشت. مورد دوم، حفاظت از حیات وحش. پنگوئن‌ها و فوک‌ها به آلودگی خیلی حساسن. یه بطری پلاستیک یا قدم‌های بی احتیاط میتونه لونه اونا رو نابود کنه. قوانین IAA2 میگه حداقل 5 متر فاصله از حیوونا باید داشته باشی. و البته یه قانونی هم داره که به مزاج ما ایرانی‌ها اصلا خوش نمیاد و اونم اینه که هیچ سوغاتی مثل سنگ و گیاه هم نمیتونی بیاریم و حتی نمیذارن یه پنگوئنش هم بیاریم خونه. تورها این قوانین رو اجرا میکنن و بازدید رو به سایت‌های مشخص محدود میکنن. فقط حدود 600 تا سایت از 14 میلیون کیلومتر مربع. سومیش تحقیقات علمیه. ایستگاه‌ها مثل مکموردو یا اسکات تحقیقات آب و هوایی زیستی انجام میدن. گردشگرای مستقل میتونن تجهیزات و آسیب بزنن و یا حتی داده‌ها رو آلوده کنن. معاهده اجازه بازدید از ایستگاه‌ها رو با هماهنگی میده، اما بدون تورها ورود ممنوعه. معاهده 1959 و پروتکل مادرید 1991 قطب جنوب و ذخیره طبیعی جهانی معرفی کرده. پروتکل معدنکاوی رو ممنوع کرده و EIA رو هم اجباری کرده. هر کشوری که شهروندش میره مسئولشه. مثلا کانادا یا انگلیس قوانین ملی دارن که سفر بدون مجوز رو جرم اعلام میکنن. این قوانین برای جلوگیری از سوء استفاده است. توی دوران جنگ سرد کشورها میخواستن قاره رو تسخیر کنن، اما معاهده جلوشون رو گرفت. حالا گردشگری کنترل شده میذاره که اونجا بریم و توی سال 2022، 2023 و 2024 122,000 تا گردشگر رفتن، اما همه از طریق IAA2.
بدون این سیستم آلودگی و آسیب به یخ‌ها که 70% آب شیرین جهان رو نگه می‌دارن افزایش پیدا می‌کنه. لطفاً نظرتون رو توی کامنت‌ها بنویسید که هنوزم فکر می‌کنید اونجا یه چیز قایم کردن و می‌خوان که مردم نفهمن. اما هنوزم مونده. بیاید تا بریم جلو. سفر بدون تور یعنی ریسک بالا. قطب جنوب هیچ جاده یا فرودگاه عمومی نداره. ورود از طریق کشتی از آمریکای جنوبی یا پرواز به جزایر شتلند جنوبیه. بدون تجهیزات، طوفان‌های دراکپاژ که موج‌های 15 متری میزنن میتونه کشتی رو غرق کنه. سرماش هم کشنده است. توی زمستان تاریکی 24 ساعته و دمای منفی 60 درجه بدون پناهگاه مرگ ما حتمیه. توی سال 2022 یک کاوشگر مستقل توی طوفان گم شد و بعد 10 روز نجات پیدا کرد. علاوه بر این شکاف‌های یخی یا همون کرواس میتونن ناگهانی باز بشن و آدما رو ببلن. اکوسیستم‌های قطب جنوب خیلی شکننده است. یخ‌ها 90% یخچال‌های جهان رو نگه می‌دارن و ذوبشون سطح دریا رو وحشتناک میاره بالا. گردشگری بدون کنترل میتونه میکروپلاستیک ها رو پخش کنه و توی سال 2024 سطوح پلاستیک توی اقیانوس جنوبی 20% افزایش پیدا کرده. قوانین پروتکل مادرید میگه هیچ زباله‌ای جا نذار و تورها سیستم جمع آوری خودکار دارن. حیات وحش هم آسیب پذیره. پنگوئن‌ها به تغییرات دما خیلی حساسن و ورود انسان میتونه بیماری‌ها رو منتقل کنه. IAA2 قوانین بیوسکیوریتی داره، چک بادی اجباری برای لباس و تجهیزات. بدون تور این کنترل اصلا وجود نداره. 90% فعالیت‌های توی قطب جنوب علمیه. یه سری ایستگاه مثل آموندسن اسکات تحقیقات آب و هوایی نجومی و زیستی انجام میدن. گردشگرای مستقل میتونن تجهیزات رو مختل کنن. مثلا توی سال 2023 یه درون غیر مجاز سیگنال‌های راداری رو جمع می‌کرد. معاهده بازدید از سایت‌های تحقیقاتی رو محدود کرده و فقط با هماهنگی می‌ذارن. این حفاظت تضمین میکنه که داده‌های علمی مثل اندازه‌گیری دی اکسید کربن دست نخورده باقی بمونن. توی سال 2023-2024 122,000 تا گردشگر از طریق تورها رفتن، اما فقط به شبه جزیره آنتارکتیکا محدود شدن. تورها شامل لندینگ‌های کوتاه حد اکثری ساعتن و زودیاک بوتان. هزینه‌شون هم از $6,000 شروع میشه و شامل آموزش‌های محیطی هم میشه. IAA2 تعداد بازدید کننده ها رو توی هر سایت محدود کرده. مثلا توی ترفالگار فقط 100 نفر همزمان میتونن باشن. این کنترل رشد گردشگری و مدیریت میکنه. نقض قوانین خیلی جدیه. توی سال 2021 یه تور غیر مجاز به خاطر آلودگی جریمه $200,000 شد. سفر مستقل بدون EIA میتونه منجر به زندان بشه، چون معاهده را کامل داری نقض میکنی. کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا بازرسایی دارن که سایت ها را مدام چک میکنن. با تغییرات آب و هوایی ذوب یخها سرعت میگیره. توی سال 2025 سطح دریا 10 سانتی متر بالا رفته. ATCM توی سال 2024 قوانین گردشگری رو سخت‌تر کرد. ممنوعیت کشتی‌های بزرگ و محدودیت فصلی. گردشگری باید با حفاظت همخونی داشته باشه وگرنه قاره آسیب میبینه. بعضیا فکر میکنن قطب جنوب مخفی کاری داره، مثل پایگاه‌های مخفی یا حتی اهرام داره، اما واقعیتش کاملا هم علمیه. معاهده خیلی شفافه و هیچ مدرکی برای رازهای پنهان هم نیست. محدودیت‌ها برای حفاظته، نه پنهانکاری. اگه هنوزم فکر میکنین که اونجا خبریه، برای رفتن میتونید تور IAA2 رو انتخاب کنید. اگه انتخاب نکنی میری زندان. از اوشوایا و یا پونتا آرناس پرواز بگیر و فصل تابستون همون نوامبر تا مارس بهترین وقتشه. قوانین رو رعایت کن. فاصله از حیوانات داشته باش و بدون لمس کردن و نخوای هر کدومشون یه نمونهشو برداری بیاری. قطب جنوب نماد همکاری جهانیه. معاهده نشون داده بشر میتونه قاره رو بدون جنگ حفظ کنه. محدودیت‌ها تضمین میکنن که نسل‌های آینده هم بتونن پنگوئن‌ها رو ببینن و یخ‌ها رو لمس کنن. ممنون که تو این کاوش همراه من بودی. اگه این ویدیو برات جالب بود لطفاً لایکش کن و سابسکرایب کانال یادت نره. و توی کامنت ها بگو فکر میکنی قوانین معاهده کافیه یا سخت‌تر بشه، یا حتی هنوزم فکر میکنی که یه چیزی اونجا قایم کردن. منتظر ویدیو بعدیمون باشید.